بدون هیاهو توی دنیای مجازی تلاش کردم یک طرحی رو به دولت ایران، به وزارت نیرو، به برخی از استانداری‌ها ارائه بدم تا مشکل آب و بحران آب در کشور به صورت کامل حل بشه. برای این طرح شاید چندین میلیارد دلار سرمایه گذاری نیازه که این سرمایه گذاری رو هم خود ما به انجام میرسونیم و دولت ایران حتی لازم نداره که یک ریال بابت این طرح هزینه بکنه. این طرح میتونه تمام جغرافیای کشور ایران رو پر آب بکنه، میتونه ترسالی در تمام نقاط ایران ایجاد بکنه. ما اینجا ببینیم آب شور رو خورشید روش میتابه، تبخیر میشه. وقتی تبخیر میشه به صورت اتوماتیک، به صورت کاملا طبیعی تبدیل شده به آب شیرین. این آب شیرین در لابلای مولکول‌های هوا هست. این آب شیرین رو ما پروژه‌ای داریم، یک فناوری هستش که این رو تبدیلش میکنیم به یک سامانه بارشی که این به سمت کشور میاد، تشکیل ابر میده و این ابر شروع به بارش میکنه. این آب شیرین از راه آسمان روی سر شما میباره، روی تمام کشور میباره، محیط زیست رو میسازه، کشاورزی رو احیا میکنه، دامداری رو احیا میکنه، صنعت رو احیا میکنه. همه قطعی برق دیگه نخواهیم داشت چون سدها رو پر آب میکنه. همه جا در واقع این وفور آب خودش رو نشون میده. این سرمایه گذاری، بابت این سرمایه گذاری ما یک ریال از دولت ایران پول نمیخوایم. هیچی اصلا ما به هیچ شکل ازشون ما هیچ پولی نمیخوایم. سرمایه رو خودمون میاریم، خودمون مدیریت میکنیم، خودمون کارش رو انجام میدیم و این کار میتونه نتیجهش برای کل جغرافیای ایران و خیلی بیشتر از حتی جغرافیای ایران رو پوشش بده. این کار رو ما میتونیم انجام بدیم. برای چی شما باش مخالفت میکنید؟ میکنم. این پروژه رو ما عملیش کردیم، میتونه دوباره زنده بشه چون عملیه، چون این توی فکر ماست، این توی ذهن ماست و ما میتونیم این رو عملیش بکنیم. ارائه کردم به خاطر اینکه وظیفه خودم میدونستم، چون اون کسی که این علم رو به من داده این وظیفه رو هم داده که حداقل در چنین مواردی، در چنین مواقعی بتونم این خدمات خودم رو ارائه بدم. موفق و پیروز باشید. شهرام پروین، نچرال لایف.